جانم اوچم راضی شدن؟ منظوره روزی ای؟ منظوره روزی ای؟ روزی ای؟ اسمی گدو ای نه که گدو هم حقی خوشبخت بودن نداره که گدو هم باید زن گیره گدو هم آخی در کجا آمده است که مردک مهنتی حلال کنه در ساختمان کار کنه باغبانی کنه مایکچیکی کنه و در نقش‌ها توفانیسا غلامова раҷабалӣ ибронӣ далер мирхонов манзура саидова муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ наворбардор шаҳзод ҷабборов ای وای دختر کلان میشده آدم در فکر میمونده بچه کلان میشده آدم در فکر میمونده خیلی که آدمای نغز میتوان خیلی فرزندی آدم بچه همیقه میشه یکی با می ترسم میگن اول رو خونه و در شبینه اهل اولاد شبینه 7 پوش سنج بین با دختر تی نمیدونم کنی بایم دختر پسیم همی خودش سوز میشنخته باشه منظوره؟ او منظوره لا بچه جان خشرو بیا اینجا دخترم جان من چوی تشین میشنوسشه ها میشناسم دهانت گیز که میشنوسشه با دهانگیزی با یه بار دیدن میشناسم زندگی پیش نمیره بچه این زندگی عمر بوده شما باید یک عمر برای همدیگر باشید در پستی و بلندی در شکست و ریخت زندگی باید یک جا باشید هیچ خیلی عرق خوره نوزکش سیگاریت کش دوزای غره تو ندونی نشنوسی همش هم میدونی اخی همین تو روزه که باشی من روزی همین مادر چی میخواه خوشبختی فرزندش میخواه همین تو خرسند که باشی تو خوشبخت که باشی من روزی خیلی کنیم اکاد بیاید ولی کنی قطعی اکادی هم مصلحت کنیم خیلی بایم اکا کلونی خونه که با بایم حق دوره بالای سری تو کنی پرسیم چی میگه خیلی فرزندی آدم هم بچم یکی وقتت خود شای خیلی باید خوراکو تبی معنی چه خدا باش شکری بودن تو نه خدا شکر الو آقا منظوره جان جانم اوچم راضی شدن؟ اوه 99% کارمون حل بهترین چقدر این حضور ما موضوع میکردم مامان قدر خرسند فقط همه اکم بیان اکم راضی شوند تمام خب منظوره جان احتیاط کنیم برو متاخر میرسه روزای نزدیک با آرزو ما جانم خب میشه فرزند پدر مال خیلی زنگت میزنم خیلی بیا بچم خب چخیلو چجون؟ بیا جانم سوزی تینجی میشه زنگ زده دیگه کارو بر همه رو پرسفتا آمده نغز آمدی اخی؟ شکر میشه چی گپ چی خبر دیگه خیلی بچم در عرفیت میگن که همین دختر که کلان شد دری خانه دختر داره چند کس تق تق میکنن امروز دری خانه ما هم تق تق کردن این همین 3 خانه پایون بابای فیضلی تراکتوریست است کو؟ همین بابای فیضلی؟ ها اینم یک تراکتور دارن کو؟ او چی میگه؟ برای بچهش امروز برای خواهرت خواستگاری آمد فیضلی تراکتوریست بابای فیضلی؟ ها بابای فیضلی چه شما این قد سودا نشه شما خودت میدونی که همه یک گدا هن ای بچه استغفرالله بخیل نگو همسایه 3 خانه پایونه چی مو با کدو کلتون فکر میکنیم چه؟ ماده در کار نیست این کار تو با کدو یک ایسوسی را نگاه کنین اوگی فکر کنین یک 2 قدم پیشتر برین این نخوش ما همین 3 خونه پس اوس ندونین که کیه نمو چیه نمو من باوری دارم که همین منظوره خودش هم این کار بذاره منظوره روزی ای؟ منظوره روزی ای؟ روزی ای؟
منظوره کجا بیا؟ دوستان عزیز، برای پول کار کردن، برای معاش خوب گرفتن، برای به آرزوهاتون رسیدن شما دیگه در کار نیست که برین در گرمی و سردی کار کنین. شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده که شما میتونید در خونه بشینید، خونه نبرین، توسط هم تلفن موبیلیتون کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده در یک مکان کم از 3000 سر کرده تا 15000 سومونی پول به دست بیاره. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی دانستن لازم نیست، یگون کس التماس نمیکنه، یگون کس یگون دیرم نمیتین. دانشجو دخترکا 100% میتونن کار کنین، اپایی که در کارخونه دولتی، کارخونه شخصی کار میکنه، شما هم 100% میتونن که کار کنین. یا اپا جون ما شما رو توصیه میتونم، اپای فروغ بانو ستارشی دیرکتوری شرکت فابریک 1.5-2 سال میشه اپای ما در شرکت فابریک کار و فعالیت میکنه. در همین قدر مدت اینا نگاه کنین. 381000 تومانی درآمد دیگه این چونین غیری برای تولد هر یک فرزندش 10800 تومانی گرفتگی. دوستان عزیز میتونین اپا جون ما در واتساپش بنویسین، حاضر که کار سر کنین، کار یادتون میته. بعد نگفتنمون در شرکت فابریک کار کردن چی خوبیا داره. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشتون هر ماه نخلی توفا میگیرین، غیر توفا وقتی که شما 2 ماه در شرکت فابریک کار میکنین دیرکتور میشین، در این حالت 20000 تومانی از جانب شرکت توفا میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه از جانب اپای فروغ جان برای همین حرکت میکنیم، 2 ساعت وقت در یک روز صرف میکنیم، نه که هر ماه نخلی معاشای خوبی به دست میاریم. حرکت کنین، حاضر که بنویسین، 2 ماه 3 ماه 20000 را بگیرین، ای توفا را هم بگیرین، آش جانتون شوه. میگه همین منظوره خودش هم امکان بزوره. منظوره روزی ای؟ منظوره روزی ای؟ روزی ای؟ منظوره کجا بیا؟ چی گفت منظوره؟ من هیچ نفهمیدم. کی اومده بود خونه؟ کی اومده بود خونه؟ گفت زن کو؟ زنی بای فیضلی. زنی بابای کی ها؟ فیضلی. برای خوشگاری اومدن؟ فیضلی. یکی کلان گفت زن؟ تو خطیو گم میزنی؟ روز شو بگو. گم میزنی یا نمیزنی؟ ها گم میزنم. ما خواهر کلان کردیم، خواهری به ننگ ناموس، خواهری به آداب. وقت این خواهری ما قطعی ها یک گدا عشق عشقی کرده گشته. این عشق عشقیش دروغه، فهمیدی؟ من شما را میگم مالی چیکار میکنه کدن گیرین، نه که اگر پگه خدای نکده یک گپ شید این خواهر بدان که در نمی خانه راحت نمیتون. من اینمی گفتم شما شنویده او چه پگه پشیمان شدی با ای خودت پشیمان شد. با او وقت من گپ میگفتم من در شما میگم اینا تمام. برای امو برای پای کار چه من دیگه گپ ندارم. کاری خودتون کاری کردین که همین دل مرا سیاه کردین ده کی بده یک گدا. برای پای کار چه برای گفتم تیز نخواه بگیری دختر تا یک قشاقی کم بغلی بچه ولی پگه ولی کودکی نمیدونم اون چی میگم پامپرس میگه و من نمیدونم با کیم چی دیگه میگه و راست میگه گدوهای نه که گدو هم حقی خوشبخت بودن نداره که گدو هم باید زن گیره، گدو هم باید زندگی کنه. گدو هم آدمه بچم. گدو زن بگیره بعد خواهری من نمیگیره او برای کسی نمیگیره گرفتن گیره. ای زنک جانم شب آخی همه خوراک تولی آموده نوشیده الکی معلومه که بهترین خوراک ای. ما اون به حضور بجوشه زنک به حضور بپزه بعد میخوریم. ولی سروسی من نیستیم زنک، فقط همین یک چویه آوای بیار زنک جان که کم ترک کس نشیدم جانم شبی. ای زندگی اینه مردک جان. ای سلامت باشی زنک آخی باور که دستات گلای زبانت ببر. چی حال داری؟ زیغ نشیدی آخه؟ خندو تبزه میزونی زنک راستی گفت همه کار میرم مونده میشم خسته میشم. خیلی کار هم میدونی که وضعی نه نیکی میام همه خونه
همین خنده ایترا میبینم، همین تبسم ایترا میبینم، همین چهره نورانی ایترا میبینم زنک باور که خبر گوشت میگیرم همین کاری ما زحمتی ما موندگی و خستگی ما همش طرف میشه زنک. نسرین تا چخیر مردک جان؟ نسرین بهترین، خوبترین، نقصترین. وقتی که من ترا میبینم آخه عشق ما زندگی ما چه نسرین ما بد باشه، حبی ما چه خیره باشه. خدا دایم خوب باشه مردک جان. میدونید چه امروز صاحب خانه آمده بود گفت سوم اجاره رو دهید. یک روز مهلت داد، میگوید اگر نمیدین خونه رو خالی کنید. و سر پول اجارهش اومده بود. خدا 1500 تومان دادگی بودم زنک، 800 تومان دیگهش موندگی، 10300 تومانی های خیلی حرکت میکنم، کوشش میکنم که بسپارم سرم. میدونی زنک جان، راستی گرد بعضا وقت خودم ایزا میکشم، شهر میبرم. به خاطر چی؟ به خاطر هم که من با مثل دیگر مردا حداقل یک کلبه ویرانه، یک خونه شخصی ندارم زنک. اجاره با اجاره ترا همراه خودم سرگردان کرده گشتم زنک. باور که بخششی زیاد که من اینقدر ترا غم دادم، اینقدر ترا شریکی غم درد خودم، شریکی کمبغلی خودم کردم زنک. بخشش نه مردک جان، این طور نگویی. چون که میگویند صبر کنی از وره حالا میپزد. من از اول با همه ریخت و کمبودی و مشکلی های زندگی شما رو قبول کردم. همیشه در براتونم و میبینم که شما برای بهبودی زندگی ما کوشش کرده ایستاده این، حرکت دارین، هر کاری که میکنین برای زندگیمون است، برای من است. برای همیشه من باوری دارم که بهتر میشه و زندگی ما. شما زیر نشوید. شکری بودنتون مهم که در برم هستی و ما همیشه در کنارتونم. نمیدارم دستم جانم شد بهترین ایته باور که هزار رحمت برای بدنه خودت میسوزه برم جان. یک گفتمش بگی چه خیلی از نه؟ سلام علیکم اکا. چه؟ اینجا خوبی اکا جان؟ همینجا کار میکنی؟ مویکه دا کار میکنم اکا. عده ساختمانی دیگه داشتیم کارو را بود کردیم و همینجا عده 3000 معاش ما میتن اکا. اوجا عده کسی دیگه گل پرورای بورم یوردن میتونم اکا. یک 50 40 دیگه بو میتونم کار سازه اکا. خوشکی از نه ما برای چی پیش خود مسئولیت اومده. محلی اکا جون گپ زد. خودت نقض میدونی که در این گیر اطراف ما را چخه میدونن، احترام میکنن. من یادم ما را میشناسن، احترام میکنن. خودت نقض میدونی. وقتی خودت یازنا بعد این احترام و بعد این روی ما بعد در این اطراف ماشین شویی بود، نمیدونم باغبانی بود. از این کارهای خودت میکنی شان و شرف ما نمیزیده. اگر که مرا هم کنی هم خودت احترام کنی برای کارو تا یک مولو درک برای یکم جای دیگه دکی. اکای دلیر بای بس که خوب گوش کردم نکی اکای یک چیز فراموش نکرد. او کار باعث شرمندگی آدم اکا، باعث سرخمی آدم، باعث آبروریزی آدم اکا. این حق مردم خوردن ای، این تهمت کردن اکا، این دست به ناموس مردم زدن و هر کاری بد کردن اکا. آخی در کجا آمده است که مردک مهنتی حلال کنه، در ساختمان کار کنه، باغبانی کنه، مایکچیکی کنه و پول حلال به دست بیاره با به آبرو شوه. مهنتی حلال اکا همه وقت این باعث شان و شرفی آدم ای. من اکا یگان بار روی در خود آمدم اکا، یک بار گفتم که اکا مرا 10 تومان بده که من زندگیم در فلان مشکلی دارم. من اکا مهنتی حلال میکنم، نانی حلال میخورم، اویله ایما راضی ای، اویله ایما فرزند ایما با دار و ندار ایما افتخار میکنه که
من دست به ناموس یگان کس نمیزنم. من حق یک کس نمیخورم. افتخار دارن که من با مهنت حلال با اولای کف دست خونه نان میبرم و فرزند زن من میخورم مکه. مشکل از نه شید بس فهمیدم. من هم یک گفتم اونم ده طرف خودت میدونی. من که معقوله خودت ده. بله اکا. که من گفتم جورا. خب الان نگهبان اکا. درود بخدا. خب. یزدان در گپ فایده نداشته. شما دیدن که جان رحمت کلام. مایا گوش کنم. گوش کن بشی. من وقتم کمه. من برای خودت آمدم. تینجی؟ نیاد دستم من در وقت چی گفته بودم. پیش ای انتخاب شوهرت گفتم که حالی چی روزا به سرت میاره. این عاقبت همش دیدی ها؟ ای جوره به ای جوره، ای جوره به ای جوره. راستی گفت من شب روزا نمیفکرم. وجدانم نمیبرداره. به یک قراری آمدم که بیام بگیریم برمد ایمی زندگی قشاقخانه کم بغلانت خلاص شد. ولی خودت مایلی ولی پگه فرزندات نبیرات انا بخیل قشاقخانه زندگی میکنن. انا بخیل روز میگذرونن بعد ما هستیم نیستیم بعد حقی ما دعا میکنن که اینا میکنن اما کردن. سری وقت بیا رفتیم. در اکا جان دلسوزم جانم اکا جان رحمت که در فکر من هستید ولی من به همه شرایط راضیم با همه اجاره به اجاره گشتنم راضی هستم و شوهرم رو دوست می‌دارم. بین من و شوهرم یک دیگر فهمی هست. عشق و محبت دوستداری است در زندگی اکا. پیش از همه برای زن و مرد توجه و عشق و محبت و دوستداری است. وقتی در زندگی ما این همه چیز هست من چرا زندگی عبود ما ویران کنم؟ من اویله‌دار شدم که بسازم نه اینکه ویران کنم. اکا جان یک چیز را هیچ وقت فراموش نکنید که برادر برای زندگی اپا و خواهرش را آباد کردن سهم میگذارد نه اینکه برای ویران کردنش کوشش میکند. و میدونید اکا جان هر باری که خانه ما میایید در خانه ما برای شما باز است. خوش آمدید بیایید ولی به خاطر زندگی مرا ویران کردن و این سخنها التماس نیایید.